یاد خدا، سلام درود خدمت همتان آرزومند است انشالله از سطح کامل برخوردار باشین. دوستان امروز قصد دارم که شما را با نحو ریپلیس نمودن کلید اد فرند به فالوورز آشنا بسازم که چگونه ما شما میتونیم کلید اد فرند به فالوورز تبدیل کنیم، البته در شبکه اجتماعی فیسبوک. پس ویدیو را تا آخر بیننده باشید. دوستان دوباره خوش آمدین. اگر تاکنون چینل خودتان را سابسکرایب نکردید و میخواین از آخرین جزئیات و موضوعاتی که در چینل یوتیوب برای شما اپلود میکنم آگاهی دریافت بکنید، پس همین حالا چینل خود را سابسکرایب کنید. در قدم نخست ما شما میم اپلیکیشن فیسبوک ما را اوپن میکنیم. بعد از اینکه اپلیکیشن فیسبوک ما را اوپن کردیم دوستان، ما شما فعلا وارد پروفایل میشیم. یوزر اکانت فعلی ماست که ما شما فعلا لاگین داخلش گرفتیم، اما میخوایم این پالیسی را بالای شخص دیگه اپلای کنیم. بالفعل اینجا ما شما شخص به نام محبوب راشد داریم. روز زمانی که داخل یوزر اکانت از شخص شویم، ما شما میتونیم میره از این قسمت اد فرند بگوییم، یعنی میتونیم ما شما این شخص در جمله اعضای یا دوستای ما بگیریم و یا به این درخواست دوستی ارسال کنیم. اما میخوایم که این اد فرند و فالوورز کنیم و از شخص نتانه که با ما شما ریکوست روان کنه، بلکه ما شما را تنها و تنها فالو کرده بتانه. بنان ما شما بک میکنیم دوستان. سه خط رمودی که شما اینجا مشاهده میکنین، البته یا موز بالا از این کلیک میکنین. بعد از بالا از این کلیک شما فعلا مشاهده میکنین که یوزر اکانت ما ای است. پایینتر ما شما میایم البته به محبوب راشد، یعنی به یوزر اکانت محبوب راشد ما شما لاگین میگیریم، اکانت انتخاب میکنیم. خب دوستان قسمت فایل پروفایل میام کاملا بر شما نمایش بدم. اینجا شما مشاهده میکنین که پروفایل شخص میخوایم بالای این یوزر اکانت ما پالیسی را اپلای کنیم. بنابراین بک میکنیم بالای سه خطی امیدی که شما میبینید قسمت یا بالای مینوی کلیک میکنین. بعد شما پایینتر میایم دوستا، البته ستنگ دریافت میکنیم. بعد از اینکه ستنگ دریافت کنین دوستا اولین کاری که ما شما البته انجام میدیم دوستا یک قسمت پرایوسی ان ستنگ میاین. بعد از پرایوسی ان ستنگ آمدیم دوستا ما شما یک قسمت آپشن بعدی را دریافت میکنیم، who can send your friend request. این انتخاب میکنین یا کلیک میکنین. بعدش این قسمت فرند اف فرند انتخاب میکنین. این قسمت کار ما خلاص شد بک میکنین دوستا. دوباره ما شما پایینتر میایم پابلیک پست انتخاب میکنین و لحظه صبر میکنین دوباره ما شما اوپن شود. این قسمت دوستا چند آپشن مربوط امی تنظیمات میشه که باید ما شما انجام بدیم. نخست هو کان فالو می کی میتونه که ما را فالو کنه ایرا پابلیک بسازین، یعنی همگی بتون شما را فالو بکنه. کسایی میتونه که فالوورز های شما را ببینه، عام باشه، تنها دوستایتان باشه و فقط خودتان که هم پابلیک باشه مشکل نداره و همچنان پست کامنت هم پابلیک باشه و بعد پروفایل بوی هم که مشکل نداره. اما تنظیمات کفایت میکنه دوستا. فعلا ما شما دوباره بک میکنیم دوستا. قسمت مینو از این یوزر اکانتی که ما شما فعلا محبوب راشد است لاگ اوت میگیریم و وارد این یوزر اکانت ما میشیم. البته دوستا به شکل لاگ اوت انتخاب میکنیم. فعلا ما شما دوباره در قسمت سرچ فیسبوک میایم و نام شخص یا خود شخص دریافت میکنیم. به شکل فعلا شما مشاهده میکنین دوستا که به هیچ وجه ما شما نمیتونیم به این شخص فرند ریکوست روان کنیم یا درخواست دوستی روان کنیم. فقط و تنها ما شما میتونیم که را چی بکنیم دوستا فالو بکنیم. خب به شکل ما شما میتونیم که کلید اد فرند یا فرند ریکوست به فالو یا فالوورز تبدیل بکنید. قربان نگاه های گرمتان و جهان سپاس. این بود موضوع امروزی ما. آرزومند است ان شاء الله مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اگر در صورتی که میخواین از آخرین جزئیات و موضوعاتی که چینل یوتیوب برای شما اپلود میکنم آگاهی دریافت بکنین، پس چینل خودتان را سابسکرایب بکنین. تا سلام دوباره، بدرود، وقت خوش.